دریافت توسط احد رضایی، این با نقشه چیکار پایپ و موفق از پوریای فیاضی. حرکت آرمین تشکری دفاع ماند و همون سرویس رو میزنه. دریافت از فیاضی، پاس برای خود پوریا فیاضی، ضربش قشنگ بود و امتیاز هشتم رو گرفت برای شهرداری ارومیه. ببینیم با هم پاسی که داد، دفاع کاملا جا موند و سهندالله وردیان. دریافت امیر آفتاب آذری، پاس برای پوریا فیاضی از منطقه 2 با حمله تموم کننده خودش امتیاز. دریافت امیر آفتاب از پشت خط فیاضی، مقابل پای خود مسافر رو هدف قرار گرفت و توپشو خوابوند. مرور کنیم صحنه رو. پاسی که بهنژاد ارسال کرد و چقدر کردن، خانی رد میکنه، صالحی، بهنژاد، فیاضی و تمام میکنه کار رو. چهار مساوی. زده شد ارشیا بود هم منطقه 4 و این بار مسیر مستقیم رو انتخاب کرد فیاضی. کلاً بازیکن خوبی هست فیاضی، اما در مرحله پلی آف انگار یه جونه دیگه بهش اضافه میشه. بابک همین لیستای مسابقه لیگ برتر کشورمون سرویس‌تر شد. سالی خیلی خوب واسه دریافت رسون و آپشنی که خیلی پرقدرت زد فیاضی. 13-12. ببینیم با هم مسیر رسته رو خیلی جوندار رو رضا بدینی سرش رو میزنه طرف با جاوید فیاضی. پاسور منطقه ای رو انتخاب میکنه، یعنی ارشیا بهنژاد. اگر تصویر رسته رو با هم ببینیم که بازیکن کوتاه قامته، یعنی ایلشن داوودپور حضور داره. ببینید و فیاضی با یک مدافع مواجه میشه. جواهری توپگیری فوق‌العاده با فیاضی، صالحی برای خود فیاضی جای گرفت در زمین. بله امتیاز با بابک 6-4. حالا 2 امتیاز ارومیه جلو میفته. مگه داریم؟ مگه میشه این همه جذابیت در یک مسابقه؟ وقت استراحت رو رضا تندروان میگیره. سرویس پرقدرت جاوید خیلی خوب دریافتی میرسه فیاضی. پاسی که داده میشه باز هم سرویس خوب حضرتپور این بار دریافت میرسونه رضایی هم دفاع میشه و باز هم فیاضی. چقدر خوب بوده این بابک. 8-4. 4-2 شهدا پیش افتاده بود، 8 تا حالا عقب میفته. چه خبره تو سالن فدراسیون والیبال؟ مستقل شد برمیگرد در سمت ارومیه. بهنژاد فیاضی امتیاز 15 برای ارومیه. 15-12. گیم 5 رو ارومیه پیروز میشه. وسط